دیروز بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی به انجام رسیدند. متاسفانه از دو تیمی که کشور ما را در این مسابقات نمایندگی می‌کرد با یگان تویش میسر نشد تا به مرحله من بعدی مسابقات مذکور راه خط بگیرند. در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه بازی تقدیرساز جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 در گروه دی بین تیم‌های استقلال تاجیکستان و التیناسیر ترکمنستان برگزار شد. در قسمت اول دیدار مخلصان شاهد زدن گل نگردیدند. هرچند میزبانان بارها امکانات گلزنی داشتند اما از وضعیت‌های مساوی ثمراناک استفاده برده نتوانستند. در قسمت دوم واخوری باشد دسته‌ها به دروازه‌های همدیگر یک گلی زدند. گل اول را در دقیقه 49 فوتبالبازی دسته التیناسیر انادوردیف تسلیم دروازه استقلال نموده مهمانان به پیش برآمدند. با گذرا شدن یک چند دقیقه از گل زده شده فوتبالبازی باشگاه استقلال فتح‌الله فتح‌الله‌یف توسط ضربه جریمه‌ای توپ را وارد دروازه مهمانان ساخته تناسب را برابر کرد. نتیجه مساوی بر نفع دسته التیناسیر بود، زیرا استقلال در زینه دوم جدول عمومی گروه دی موقعش را دیگر بالا کرده نمی‌توانست. بدین وسیله همکنون از گروه دی التیناسیر سال دوم است که پیاهم به مرحله پلی آف مسابقه کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می‌یابد. در بازی دیگر گروه مذکور باشگاه خوجند در مهمانی از تیم دردوی قرقیزستان با حساب 3-0 شکست خورد. در هیئت دسته دردوی قرقیزستان گل‌ها را در دقیقه 6 رقابت واحد اورس خدیف، در دقیقه 45 رقابت از ضربه جریمه‌ای 11 متره میرلند میرزویف و در دقیقه 60 قسمت دوم رقابت باشد گل سوم میزبانان را ارتور ولیکاєв به دروازه تیم فوتبال خوجند وارد نمود. در دقیقه 73 رقابت باشد غیرت زورگلبک اولی با علت قاعده ستیزیش کارت سرخ گرفت و از میدان رانده شد. همین طور در گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم فوتبال التیناسیر با کسب 10 امتیاز صدرنشین جدول گروه گردید و راه خود را جانب مرحله‌های من بعدی مسابقات مذکور هموار کرد. استقلال با کسب 8 امتیاز در زینه دوم موقع گرفت. تیم‌های فوتبال دردوی و خوجند باشد با 7 خالی در زینه‌های سوم و چهارم جای گرفتند.